روی هر کدوم از این توپا یه حروف انگلیسیه. میتونه اسم بازیکن باشه و فامیلیش باشه. اگر اشتباه جواب بدین چیه؟ یکی از این سه تا رو قرعه کشی می‌کنیم و باید نوش جان کنیم. اینجاش دیگه سخت میشه. برو اولین قرعه رو تو بردار. ان شاءالله پیاز برای تو بیفته. پیاز چیه؟ کی. میتونی هم خارجی بگی هم ایرانی، میتونه هم اسمش باشه هم فامیلش. آفرین خوب گفت. کاویانپور یادش بخیر. قدیم بازی می‌کرد. بازیکن قدیمی بلدن. چیه؟ جی یه ذره سخت شد ولی انگلیسی بگیم مثلا جورجینا. همسر کی انگه فوتبالیست نیستش که جیلاردینیو میشه. بعد یکی امتحان جیلاردینیو برو اون وقت. جورجینا هم دوست داری؟ آره نه جورجینا که فوتبالیسته. کریستیانو بازیکن. خب ببین من انتخاب نمی‌کنم، یه دونه رو قرعه کشی برمی‌دارم. چی داشتی؟ ای چه راحت افتاده برات. آره میدونی کی؟ سلطان علی دایی دمش گرم. خب پرچم بالاست. کریم بنزما. برو ببینم باتیستوتا. خب این چیه؟ پاک شده. ابراهیم. نه ابراهیم داریم. ابراهیم که اولش گفتم دیگه. ابراهیم زلاتان. ابراهیم زلاتان. نه ابراهیم که ابراهیم چی نمیدونم. زلاتان ابراهیموویچه؟ آره ابراهیم که اسم کوچیکه که. نه درست گفتی. حالا بریم بعدی. ابراهیمشو درست گفتی. خب این چیه؟ آی چی میشه؟ ایوانکوویچ میشه. خودی گفتی. دنیس اروین هم میشه. این خودش افتاد. نه نمیخوام. وردا چی بود؟ نمیخوام. پاک شده بود اصلا. چیه؟ عشق من. گفتی؟ آره. نقمه. نه شوخی کردم. نیمار آره آفرین. اینطوری که همه رو درست داری میگی که. اسه. میشه میشای سالگادو. که توی رئال مادرید بازی میکرد. دفاع رئال مادرید. میشای سالگادو. کدوم رنگو بردارم؟ نه اینو بردار. آبی بردارم. این چیه؟ ام. مهدوی کیا آفرین. داوید ویا. دخیا. آره دیگه. دخیا در منچستر بود. خب این یا اول پس اگه گفتی چی؟ من همش توی بازیکن‌های قدیمی سیر میکنم. بازیکن قدیمی ایرانی؟ آره قدیمی نگو. اشتباه می‌خواستی چیز. اشتباه خودت پیاز بخور. خب دبلیو گفتم که ویلسون هست. ویلسون با دبلیوه؟ آره ویلسون. بله ویلسون. وینیسیوس نبایش. حالا ما ویلسون رو میگیم. اشتباه گفتی. وینیسیوس بعد برداری. عجبا. بعد برداری. بابا ویلسون هست دیگه بازیکن دیگه. خب باش. حالا بده. نمیخوام. خب کم مونده که اینا نصیب کی. خب بعد نمیدونم دیگه. نصیب کوکو میشه. خب برو دیگه. تویی. من که اون برداشتم دیگه گفتم ویلسون دیگه. خب یا خدا ایکس. بیا. زلاتان نمیشه؟ آقا کدو. من کدو رو برای تو گذاشته بودم. تو بدت میاد. واقعا خامش خیلی بد نظر است. دارم گونده. اینا چیز دیگه برای زمین خودمون. من خودم دوست ندارم. خب دیدی تبلیغ کرد برای زمین خودمونه. خب چیه سی بس دیگه دو تا باز بس. کریستیانو رونالدو. کریستیانو من می‌خواستم. برو اونور ببینم. چیه اون؟ پاک شده. چیه؟ نه جیه که رفت جی وریه. یوه. یو. بابا خب سختا به من میافته. خودت بگو یو چیه؟ یو. نمیدونم. تو بردار. من بعدم برم. تو کدو رو بردار. نه کدو. پیاز خب کدو کرده خارج شد. خدا پیاز نیافته. سس تام بیفته زبونت همچین بسوزه. سس تام. ببین. سس تون دوش جان فرمایید. کدو و سس تون. همین چسبه. خب ما برداشتیم. اوه. این چیه؟ باید بزن. این کی بود؟ زینالدین زیدان.
زلاتان هم میشه. زلاتان هم میشه آره. خب بریم بعدی 4 تا دیگه مونده دیگه. اونم حتما من پیازم هم بعد بخورم. تو بعد بخور. در خدا. او او اورته نانتس. اورته پیازم باید بخوری. نه تو خدا. اورتگا. چرا گفتی؟ تو نمیتونستی بگی. اورتگا. خب افه. خب مشخصه دیگه. فرناندو تورس، فرناندو هیرو. همون دیگه. همسایه‌مون هم اومد. آره خب بعد. آقا این همسایه‌مونه. نه این همسایه‌مون. این چیه؟ آها. آخ جون هالند اچ. وای ببین چی افتاد. یو چی داریم؟ نمیدونم. یو چی داریم مثلا؟ پیاز بخور خدا پیاز بخور. پیازو که معمولا با کباب و اینا میخورن که. چقدر بدمزه میشه با سس تون. حالا دیگه یه گازم میزنه بعد مزه گازم میزنه.